در شروع باز یک روز دیگر من شادی گلخوجه هستم در روبروی شما و چون همیشه سرخط خبرهای مهمی امروز 25 اپریل رو برای شما معرفی میکنم و بعد از چند دیگر برنامه ما برای شما تقدیم می شود. انیقترش بعد از 2.5 ساعت دیگر، پس منتظر باشید در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب. و در برنامه امروز در رابطه با چی میگوییم؟ دیداری در انتظار مریم 10 ساله همراه با 3 کودک دیگر توجیکی طول چند ماه در یکی از پناهگاه‌های عراق بودند، بالاخره به دوشنبه رسیدند. در تاجیکستان گوشت را به مثل که در قطار عرق و تماکو ماندنی هستند. مقامات تاجیکستان انیقترش حکومت کشور پیشنهاد دارد که در برابر محصولات گوشتی اندازه علاوگی جاری کرده شود. سوال این است که منطق کجاست؟ هشدار ترامپ به ایران: اگر شما برنامه هسته‌ای را از سر بگیرید مشکلتان زیاد خواهد شد. کشتار پرسر و صدا و بیرحمانه یک خانواده صاحبکار در ناحیه باباجان غفوروف در تیرمای سال گذشته فرمایشی بوده است. مرگ آنها برای کی در کار بود؟ 6 قاتل این خانواده امروز در دادگاه عالی به این سوال پاسخ خواهند گفت. و تا 26 ساله ها به خارج کشور سفر نکنید. در قرقیزستان میخواهند که رفتن جوان دختران را به کشورهای دیگر منع کنند. البته طوری میبینید خبرگزارش های ما برای امروز خیلی زیاد است. چند خبر و گزارش مهمی دیگر نیز داریم که بعد از 2.5 ساعت دیگر طوری گفتم در آزادی ویدیو یوتیوب پیشنهاد شما میشود. ما شما رو منتظریم.